توی مدرسه شبانه روزی بزرگ شدم. از اون موقع تا الان تنها. فهمیدم. الان شاید این کارمون برای تو خیلی عجیب باشه، اینکه این همه سوال در مورد زندگیت ازت میپرسیم. کی هستی؟ کجایی هستی؟ خانوادت کیه؟ وسایلت خونه دختر ما چی کار میکنه؟ ببین تو منو نمیشناسی اما اطرافیانم خیلی خوب منو میشناسن. من یه آدم آرومی هستم. من معلم بازنشسته‌ام. آره، تا به امروز صدها دانشجو رو فارغ التحصیل کردم. سر هیچ کدوم حتی یه بارم داد نکشیدم، چون که من اصولا آدم آرومیم. اصلا دل کسی نشکستم، یعنی اینجوری هم دیگه. اما خانواده فرق میکنه. بابا بودن یه چیز دیگه است. اگه دخترم درباره تو به مشکل بر بخوره، اون وقته که سر و کله من پیدا میشه و من به خاطر دخترم هر کاری میکنم. البته چون در کنار خانواده بزرگ نشدی نمیفهمی من چی میگم، اما اگه یه وقتی خانواده دار بشی، مخصوصا اگه بابا بشی، منظور منو خیلی خوب میفهمی. حق داری. پس گفتی از ژاپن اومدی. ما اصلا اونورا نرفتیم، فقط تو کتابا در موردش خوندیم. چطور آدمایی یعنی چی میخورن، چی مینوشن؟ بگو ببینم اونا هم مثل من بابایی میکنن؟ حالا که اینجایی بذار از کسی که رفته اونجا رو دیده بشنویم. برای آخرین بار میپرسم، دیگه یه تصمیمی بگیرین. اونایی که کباب میخورن؟ وای برو، کباب آدمو میخوابونه. سالاد بخورین دیگه. خب منم با سالاد سیر نمیشم. خواهش میکنم یه تصمیمی بگیرین دیگه، دارم از گشنگی میمیرم. غذای چینی دوست دارین؟ ابراهیم خوش اومدی، بیا. ابراهیم حرف نداری یا؟ منم دقیقا میخواستم غذای چینی سفارش بدم، چجوری ذهنمو خوندی؟ آی کلیم خرید کردی، برای چی زحمت کشیدی؟ منم دوست ندارم اما خب بگذاریم. هر کی دوست نداره نخوره، من همش رو میخورم. راستش از این دوتا چوبم اصلا خوشم نمیاد. یعنی وقتی تلاش میکنی که غذا رو بخوری، اون کالری که قراره غذا بگیری رو میسوزونی. پس واسه همینه که اونا خیلی لاغرن جونم. برو، میگم ببریم تو تراس بخوریم، یکم هوا بگیریم. مرد همینجا خوبه، واسه چی الکی بریم بالا پایین؟ برو پاشو دیگه، چقدر خنگی تو. این نازنینا با هم دیگه غذا بخورن. ساکت شو، خفه شو، پاشو. کارتون طول میکشه؟ یعنی اگه بخوای میتونم تو رو تا یه جایی برسونم. متاسفانه امشب اینجاییم، به زور بتونیم تا صبح تمومش کنیم. از این کارای دفتری اصلا خوشم نمیاد. راستش الان منم اصلا خوشم نمیاد. ببخشید گوشیمو جا گذاشتم. باشه پس من برم، وگرنه نمیتونی کار کنی. آره انگار بری بهتره. میبینمت. میبینمت، من بدرقت میکنم. خب
میبینمت. میبینمت. اوف، چقدر از این پسر خوشم میاد. همش تقصیر توی لروکس. بهتره دیگه بریم. بابا من باید برم سر کار. بله. خب پس ما با اجازهتون بریم دیگه. خودتون که میبینین کارش تمومی نداره. خواهش میکنم، اجازه امام دست شماست. خیلی خوش گذشت. بازم همدیگر رو ببینیم. باشه حتما. کی میخواین بریم به سلامتی؟ اگه خدا بخواد پس فردا میریم. البته اگه این موضوع وسایل خونه رو حل کنیم. اگه بخواین من شما رو میرسونم. نه زحمت نکش، خونه 2 قدم اونورتره. در ضمن این چیزا که خوردیم هم هضم میکنیم. پس بفرمایید. بفرمایید از این بر. اگه چیزی لازم داشتی زنگ بزن. ممنونم. منظورم در مورد پروژه بود لروکس. اگه سوالی داشتی میتونی زنگ بزنی. آها باشه، نگران نباش، من اونو حلش میکنم. فردا صبح زود بیا. میخوام قبل از جلسه با یلدریم خان یه بار دیگه پروژه رو بررسی کنی. باشه میام. لروکس، بهتره قبل از اینکه خانوادت ناراحت بشن موضوع این خونه رو سریعتر حل کنی. خیلی خوشگله مگه نه؟ نه، خونه تو قشنگتره. در ضمن خونه از باباشون به ارث رسیده. خونه تو هم ارثیه؟ خودت زحمت کشیدی عزیزم. به لطف شما خریدم بابا جون. مگه ما چی کار کردیم دخترم؟ یه ذره پول فرستادیم، تو هنوزم داری قسط میدی. شیر دخترم. بذار ببینن مادرها چه دخترایی به دنیا میارن. چه خوب که اومدیم. قربونتون برم. خب دیگه بریم. چه به موقع خودتو رسوندی دمیر جون. اما من میدونستم میاد. امشب هممونو نجات دادی. لیلا خانم، فیروزه خانم، لطفاً بشینین یکم حرف بزن. باشه. خودتون دیدین که چرا اینقدر سریع باید موضوع خونه رو حل بکنیم. امروز صبح به خانواده لروکس دروغ گفتین. منم مجبور شدم تو دروغای شما شریک بشم. این وضع شما به وجود آوردین تا دروغمون بیشتر و بیشتر بشه و خدا رو شکر به خاطر این دروغا کنایه‌ای نمون که نشنوم. خانواده لروکس آدمای خیلی خوبی هستن. دلم نمیخواد ناراحتشون کنم. خواهش میکنم دیگه ما رو تو عمل انجام شده قرار ندین که این دروغا بزرگ و بزرگتر بشن. باشه؟ نه دیگه کاری نمی کنی. فیروزه خانم؟ خیلی خوب باشه. خوبه؟ خوشحالم که به توافق رسیدیم. شبتون بخیر. کجا میخوای بری؟ میرم هتل. نمیشه، ما برای تو یه اتاق آماده کردیم. امشب مهمون مایی، نمیذاریم جایی بری. امشب باید اینجا بمونی. البته خیلی ممنونم اما اصلا نیازی نیست. من حتی اتاقم رزرو کردم. به خدا اصلا اینطوری خیالمون راحت نمیشه پسر. به خاطر ما خونه تو از دست دادی فکر میکنی میذاریم بری هتل بخوابی؟ تا زمانی که خانواده دختر اینجا تو خونه با خیلی ممنونم اما نمیتونم. فیروزه خانم حالتون خوبه؟ احتمالا فشارم رفت بالا. حتما از اعصاب حالم خوب نیست. فکر کنم فشار منم افتاد. همش به خاطر اینه که ناراحت میشم. اگه اینجا بمیریم کی
جسدمون رو پیدا میکنه لیلا. وقتی جسدمون بو بگیره ما رو پیدا میکنه. باشه اما فقط همین امشب رو میمونم. فقط امشب همین. خیلی خوب، بیا تو اتاقتو به نشون بدی. بهترین اتاق ویلا رو برات آماده کردی. وقتی ببینی عاشقش میشی. بیا خیلی خوشگله. خیلی بریم. وای چشی نخوری چقدر خوب شدی. وای لباسای بابام چقدر بهش میاد. مال بابام نیست، مال شوهر سابقمه. چی؟ لباسای شوکت رو دادی بپوشه؟ واو حتی یه بارم نپوشیدش. دیگه هم نیست که بخواد بپوشه. فکر کنم این اصلا فکر خوبی نبود. من درش میدم. نه پسرم، تو به حرف این گوش نده. داره در مورد موضوع 30 سال پیش حرف میزنه. حسودیش میشه چون شوکت از من خوشش میامد. باز دوباره شروع نکن فیروزه، مهمون داریم. باشه ببین پسرم، اگه اتاقت گرم شد پنجره رو باز کن، با خیال راحت بگیر بخواب. نه باز نکن، شبا سرد مریض میشی. باز نکن. یا پتو بنداز رو خودت، هیچیت نمیشه، نترس. اگه سردت شد تو کمد پتو هست. آره اگه بالش هم کم بود اونجا چند تا بالش هم هست، میتونی یکیشو برداری باشه. پسرم تو روی این تخت جا میشی با این هیبت و قدرتت. خانوما بسپارینش به من، شما نگران نباشین باشه. رو تخت جا میشم، بالشم کافیه، هوام خیلی خوبه. خب دیگه شب بخیر. ساعت چند صبحونت رو میخوری؟ 8 خوبه؟ من صبحونه نمیخورم، صبح خیلی زود میرم. خب دیگه ایوا مگه میشه دمیر جون؟ میشه خیلی هم خوب میشه. خب دیگه شب بخیر. خوب بخوابی پسرم. ممنون شما. خب دیگه شب بخیر. بوی نفتالینم میده. Gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. میبینی چقدر خوب خوابیده فیروزه؟ کاشکی واقعا برادر زادمون بود لیلا. آره منم وقتی در مورد نوه ها با آسما خانم حرف زدم خیلی خوشحال شدم. اول ما اینا رو عاشق همدیگه میکنیم، حالا نوه بمونه برای بعدش. دوبله شده در استودیو جن. چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی فیروز؟ الان بیدارش میکنی؟
میخوام تو خواب لروکسو ببینه. از کجا معلوم اونو ببینه؟ اونیو میبینه که قراره باهاش ازدواج کنه. تو اونو بسپارش به من. زود باش، عطر لروکسو اینجا پخش کن. موهای لروکس مثل ابریشمه، تن لروکس مثل مرمره. با لباس من چی کار کردین؟ چی اونجاست. وای من دیر کردم. باشه به خدا زود آماده میشم. فقط 5 دقیقه بهم وقت بده. الان لباس میپوشم و میام. باشه لروکس آروم باش. این چیه پوشیدی آخه؟ رو خدا میشه ساکت باشی؟ همین 30 ثانیه پیش بیدار شدی. لروکس باش دیگه، منتظری چی هستی؟ فکر کردم مامانم چشاشو باز کرد. باش زود باش. ابراهیم سوسک. واقعا که ابراهیم میدونین که رابطمون چطوریه؟ بعد از سالها به هم زنگ زد و چیزی که میشنوم اینه که میگه در مورد شما ناامید شده. چون رو مبل خوابیدم موام شکسته. باشه ساکت شو، الان درستش میکنم. چی شد؟ خوب شد؟ آره حل. باشه حل. زود باش دیگه.